با حرکای نازم که درباره آماده کردن این ماسک پرسیده بودین، خدا کنه که ویدیو را ببینین و کمکتان شوه. مکمل طریقش ما براتون در این ویدیو نشان دادیم. انشالله که بتونین به می طریقه شما هم آمادهش بکنین و بیشتر از 10 دقیقه وقتتان نمیگیره به خاطر آماده کردن این ماسک. و شما فقط به یک قوطی هیوی کریم ضرورت دارین که در هزار استور میتونین شما دریافت بکنین و یک دونه هم جوسر. این قسمی شما میتونین در ظرف 10 دقیقه این هیوی کریم آماده بکنین. قسمی که دیدین من هیوی کریم داخل جوسر اضافه کردم و گذاشتم برای 3 دقیقه. بعد از 3 دقیقه به این شکل میشه دوستا. ببینید مثل یک کریم میشه. وقت شما دیدین که هیوی کریم تون به این شکل شده، شما چند تا یخ ضرورت دارین که داخل جوسر اضافه بکنین و بگذارین برای 6 الی 7 دقیقه. بعدا خودش به می شکل آماده میشه. شما تمام مسکره میگیرین و داخل یک ظرف اضافه میکنین و بعدا شما میخواین که ایره خوب شستشو بکنین و به می شکل که ما براتون در این تصویر نشان میدم. شما هم مسکره شستشو بکنین تا ای که آبش پاک و صفا شود. به این شکل هر وقتی که دیدین که آب مسکه پاک شد، مسکه شما آماده است. و ببینین فرق مسکه خانگی و مسکه که شما از بازارا خریداری میکنین چقدر فرق داره. این هم طعمش خوبش است، هم خوشمزه است، هم صحی است، نقص هم نمیکنه براتون. کسایی که میتونه خورده نوش جان بکنین همراه چای شیرین و قسم نان مزهدار خانگی و هم قسم یک مسکه وطنی. اگر علاقه من بدین در خانه آمادهش بکنین، بسیار خوشمزه میه. و همیشه که مسکر آماده میکنین ظرف یک هفته نوش جانش بکنین، در غیر زود باز خراب میشه دوستا، چون تازه است زود خود خراب میکنه.